مدت 1.5 سال می شود که مردم در ولایت نیمروز نسبت به نبودن آب به مشکلات جدی مواجه شده بودند. اما اکنون با رسیدن آب به کانال نهر لشکری مردم در این ولایت با ابراز خوشحالی زیاد میگویند زمینای ما برای زیاد میشه. یک سال تیر که او بوده پارسال او بیامد خب شد یک چیزی بگرد به سلمولا چیزی بعضانی شید بعضانی که برای کشتم کرد بی غیر ضرر. انا امسال دیگه باز به امید به خدای سعی کنیم که چیکار میشه. ما زیاد فایده داره برار گندم کشت کنیم میشه، ماش کشت کنیم میشه، زراعت بکنیم، پولیس بکنیم. احتیاج به دیگه جا نداریم که به هندانه ایران ما بخریم یا هندانه دیگه جا بخریم. برای نمیر به اینا فایده داره. ما مشکلات ازی داره که اگه او نباشه نه او نباشه کش نمونه، هیچ کش نمونه. اما زمین انت پشت ما پارسال اما زمین بگیرت یک دو کیسه گندم کشت کردم نصف او بگیرفت و نصف نگیره به نصف که برسید خوش شد. اما گندم هم تو خوش شد اولا هم تو منگول نزنه که اونو درو کن. خیلی مردم سر کار میشه با کارم زیاد میشه. ما مردم غریبیم. الان او کی بیای کارگری هم هست روز 3 ساعت 4 ساعت کارگری هم هست که او اینا کار نباشه ولی کس به طرف صدر پسې کنه. نو موږ کوشش کو زحمت کړو چې هر څه زوتر خپل والا صاف کو و به کریه ته ورسوي چې د حیوانات او خلک ګرځي د مشکلات سره پسې زراعت نه او موږ نه پیروز کېږو کښ زراعت مالداري او زراعت دا سره تړلې. موږ باید چې کوشش وکړو د خیر سره اول د ځمکې بدغه کو بامیه بینډي پالیز ډیر شو وخت پر شو وخت وبراغلی. این کشاورزان ضمن حمایت و پشتیبانی از نظام امارت اسلامی افغانستان جهت آبادانی کشور خواستار همکاری مردم با نظام خود شدند. با این حال متخصصین زراعت در رابطه به اهمیت آب به موقع به زمین‌های زراعتی و استفاده درست از آن میگوید آب مهمترین نقشی در تغذیه گیاهان، انسانها و حیوانات ایفا می کند. زندگی تمام موجودات زنده مانند انسانها، جانوران، گیاهان به طور مستقیم وابسته به آب است. آب نه تنها برای مصارف آشامیدن و کارهای روزمره کاربرد دارد بلکه برای حل مشکلات صنایع و کاربرد کشاورزی نقش اصلی و عمده را دارد. این در حالی است که زمینداران در ولایت نیمروز ضمن قدردانی از زحمات مسئولین محلی در ولایت نیمروز جهت پیگیری‌های مکرر در قسمت رساندن آب به زمین‌های زراعتی میگویند جای خیلی خوشحالیه و مردم نیمروز به نهایت خوشحاله و همین میبینید شما شاهد هستین که 24 ساعت کل مردم هجوم آوردن به طرف نهر لشکری به خاطر سیل و آمدن آب که آب جاری میشه در ولایت نیمروز. در این حال مسئولین در ریاست حوزه فرعی دریایی در ولایت نیمروز ضمن تشکری و قدردانی از همکاری مردم در بخش لایروبی و پاککاری نهر لشکری شهر زرنج جهت انتقال آب به زمین‌های زراعتی میگوید د هلمند ولایت کې چې کوم بارانونه سوي دي هغه رود را روان دي چې په جریان کې از و به خفګات را رسیدلي دي خو تر خفګاره تیر سوي دي او موږ خو نو دا دی ان شاء الله العزیز اخري قسمت دی د کار نو تقریبا نن د کار ان شاء الله 15 ورځې یا 4 ورځې چې موږ کار شروع کړی دی نو بس یاره یو ډیر لږ حد پاتې دی د لاروبی ته چې کانال لشکری خلاصی. آقای ناصری می‌افزاید که با تلاش مسئولین محلی و اهالی مردم شریف ولایت نیمروز روند پاکسازی کانال به شکل منظمی ادامه دارد. این در حالی است که چند قبل وزارت انرژی آب کشور اعلام کرده بود که احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها و افزایش سطح آب دریاها در برخی از ساحات حوزه دریایی افغانستان پیش بینی شده است که ولایت نیمروز نیز شامل این پیش بینی بوده که با آمدن سیل کشاورزان زیادی در این ولایت بهره مند خواهد شد. محمد عمری، خبرنگار رادیو حریت، ولایت نیمروز.